سلام، امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. به یک دیگه از ولاگای من خیلی خیلی خوش اومدین. امروز برای که کنار شما عزیزان ولاگ درست کردن مربای گل محمدی رو داشته باشیم. تا آخر این ویدیو هم با من همراه بشین. مامان دوستان میگن که روی مامان تو ببوس. من doların yüzünden öpüyorum. Hamısına ممنونم selam veriyorum. ممنونم مرسی Allah hamısına selametlik versin. یاشیه Sana da balalar var da isteyenler var مرسی da. قربانم Sana kurban olun. الله Sağ سن ol. Kurban ol. ساخلاصه مرسی. این گل‌های زیبا رو بچینیم. Sana isteyenleri pənahında saxlasın. یاشیه سن الله سنه de öz pənahında saxlasın. Allah yamin hamına. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed. Hayır. Desin bir şey verin. من olar ki əlim çatırı. Ahsen selamını da saklasın. Falan da aşağı diye ben bir taze gelmem. Gelmeni gördüm. تقدیم نگاه های زیبای شما. Ay ne gelmem dedim olar. این همه من جمع کردم. بریم ببینیم که مامانم تمام شده یا نه و بریم پاکشون کنیم، مربا درست کنیم. ماما شما هم بریز توی دستت درد نکنه. این گیلاس ها رو همشون تگر خرابشون کرده. پارسال این موقع این گیلاس ها رسیده بود ولی امسال همشون رو تگر زده. خب من الان میخوام تا مامان گلا رو تمیز کنه من برم یه سری به خونه عموینا بزنم. بعد از اونجا میکمی از جلوی درشون خیلی گل‌های زیبایی هست این بگیرم، بعد بیام کارامون رو شروع کنیم. اومدیم خونه عمو، جای همگی خالی، محصولات حیات. اینم از گیلاس‌های حیات عمو. الجلاس لاهي في لي باطولة توخت سليب. فقط میخوام از صدای طبیعت لذت ببری. چقدر زیبا هستن این گل‌ها. روی این گل‌های زیبام که وقتی از جلوی این در رد میشی اینجا رو کلاً برداشته.
دست مامان جون درد نکنه. تموم کرده تا من بیام. مرسی مامان. منم برم اون یکی کاراشو انجام بدم. مامان جون درد نکنه. بریم یه هندونه بخوریم. تو این گرما فقط هندونه. خب برای نیم کیلو گل 1 کیلو شکر لازم داریم. بعد من یک کمی شکر اضافه دارم، به اون خاطر گلم زیاد برداشتم. شما اگه میخواین به اندازه درست کنین، برای نیم کیلو گل 1 کیلو شکر لازمه. یه قاشق مربا خوری هم جوهر لیمو. تا اینا خیس بخوره من برم شیره مربا رو حاضر کنم. اینا رو پهن کنم کاملا. آبشون باید گرفته باشه، نباید خیس باشه اینا. بعد مرحله آب کشی، این مرحله است که کاملا آبشو باید بگیریم. خب نم اینا رو اینطوری قشنگ بگیریم تا کاملا نمشون گرفته بشه آبشون. خب برای 2 کیلو شکر که من کمتر از 2 کیلو دارم، بذار اول شکر رو بریزم. این بطریا 1.5 لیتر، 1 لیتر برای هر 1 کیلو شکر آب لازمه. من نصف آب پر کردم. و نصفش هم ریختم اینجا، دومین لیتر رو. خب الان میخوام بذارم رو اجاق گاز تا بجوشه. بعد اینکه بجوش اومد یه کمی غلیظ شد، گلها رو میریزم با یک کلمو و آب. کناره های قابلمه‌تون رو تمیز کنی که شکرک نبنده. این آبه؟ آره این آب. خب کاملا آب اینو ما گرفتیم، همینطور که میبینی اصلا خیس نیست. حالا میخوام بریزم شیره. خب شیرمون یه کمی غلیظتر شده. الان رو میریزم. هم میزنیم. بعد اینکه یه کمی نرم شدن جوهر لیمو رو بهش اضافه میکنم. خب جوهر لیمو نداشتیم، میخوام
آب لیمو بهش بزنم. تو قاشق غذاخوری بهش آب لیمو زدم. خب دم کنی گذاشتم که هم خوب بپزه. زیر شولارم کم کردم. به الهی قاشق میدی بهم؟ خب دوستان عزیز، مربا حاضر شد. الان میخوام یکم بکشم به پیاله تا رنگش غلظتش رو بهتون نشون بدم چطوری هست غلظتش. یکمی میکشم تا شما عزیزان ببینید. خیلی عالی. اینم از مربای خوشرنگ و خوشمزه ما. خب دوستان، برای اینکه مرباتون اون حالت رنگ صورتش رو حفظ کنه تو دمای محیط 12 ساعت اینو همینطوری بذاریم بمونه، بعد بکشیم به ظرفی که میخواییم استفادهش کنیم. خب مامان بیا مرباتو ببین. مبارکت باشه، به خوشی استفاده کنید. فقط میخوام یکم بکشم به این ظرف. رنگشو ببین، خیلی خوش رنگ شده. خیلی کمی خوش رو ها یه سن نوش تاناشو. مرسی. بینم از مربای گل خوشمزه. رنگشو میبینید چقدر صورتی و خوش رنگ هست. حتما به این روش درست کنین. مبارک لن اسمم آز شیرین نگاه. مرسی قربان. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخر این ویدیو هم با ما بودین. مرسی از نگاه های زیباتون. شما رو به خدا میسپارم.